ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарит, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. ҳаво من خانه گرفتم. آمدم که کمیشن پدرت برش به تو. میفهمم باده. ما هم امروز قصدن اینجا آمدیم. لطفاً بشی. میخوایم در مورد تو و یوسف گپ بزنم باده. دا تو اینجا چی میکنی احمق؟ اینقدر زود عصبانی نشو یوسف خان. آمدیم که استعفا بدم. از زندگیت سیر شدی احمق. برین شو گفتم. برین شو. تو لوده میخوایی مرا بکشی؟ دیشب شما او را خانه رساندین، اما تو نیست. خدا را شکر که پیدایش کردین. به خاطر که وقتی از اونجا رفته هیچ خوب نبود. ما هم هیچ خوب نبودم. از این میترسم که کدام بلای سر خود نیاره، به تشویشش هستم. اما او دیشب بود باده. نمیفهمم امشب چی میشه. فردا یا همون تا آینده. امکان داره تو همراهش باشی یا کس دیگه. راست میگم یه امکان وجود داره. او بدون من زندگی کردن نمیتونه. ما هم نمیتونم. اینا میفهمم. که تو هم او را دوست داری اما تو نیست. البته یعنی به عنوان یک دوست. راست میگی باده. پس اگه به عنوان یک دوست قدر دوستش داری حتما نمیخوایی درد بکشم و تو نیست. البته که نمیخوایم. باده من نفس کشیدن نمیتونم. بدون او زندگی کردن نمیتونم. بدون یوسف قلبم نمیتپه باده. به خاطر که قلب ما دو تا فقط برای هم دیگه میتپه. فهمیده میتونی؟ خب تو از ما چی میخوایی؟ امرای او گپ بزن و برش بگو که من چقدر دوستش دارم. برش بفهمان که بدون او زندگی کردن نمیتونم. هر روز به من مثل مرگم است. میفهمم که از من خوشت نمیایه، اما لطفاً این کار انجام بده.
به خاطر یوسفی کار بکن. بیبی زمانت کی را کده بودی؟ اگه میفهمیدم زمانت نمیکردم بچه کاکا از کجا میفهمیدم؟ پس این جنید بوده ها؟ بس است دیگه نمیخوایم نامش بشنوم محمد. بیا. بچه وقت داری گپ بزنیم؟ بفرما خاله، اینجا چی میکنی؟ خیرت باشه. میخواستم همراه تو گپ بزنم. باز بعدن گپ میزنیم بچه کاکا. بگوین مشنوم خاله. بچه ما تو را بزرگ ساخته، ما هیچ وقت بدی تو را نخواستیم یک دانیم، همچنان از اواره. بدون خوبی شما دیگه در مورد هیچ چیزی فکر نمیکنم. مقصدتان از این گپا چی است خاله؟ دیروز وقت وضعیت تو را دیدم فقط خدا میفهمه که چقدر جگرخون شدم. بعدن پیش هوا رفتم او هم همه قسم وضعیت داشت. تمام شب در تب می سوخت. بیزو اگه مادر شورده اونجا پیدا نمیکرد باز خدا نخواسته تا صبح میمرد. یعنی چی؟ او قدر وضعش خراب است؟ ما خو هنوز برد کم گفتیم بچه. میفهمم که اشتباه زیادی انجام داده. مام چند بار خواستم که بیدارش بسازم، گفتم این کار فایده نداره، اما این کار قلب است که گپ کسی را گوش میکنه. یک دقیقه. شما از این اتفاقات خبر داشتین؟ باده؟ سلام محمد. من میخواستم چای بنوشم، اگه خواسته باشی به تو هم بخوایم. زنده باشی، اما راستش من کمی کار دارم. بیازو کشکشیام سرم ناوقت شده، باید زودتر برم. درست است. کدام وقت دیگه مینوشیم. چطور شد وسایلت رسید؟ رسید. زنده باشی. یادم رفت ازت تشکر کنم. کسایی را که فرستاده بودی به صورت کارا را خلاص کردن. لطفاً این گپا را نزن. این خوب وظیفه ماست. راستش میخواستم به کمکت بیام اما کارا بسیار زیاد بود. اگه خواسته باشی شام آماده میتونم. کدام کار باقی مونده؟ کار زیاد باقی نمانده، اما اگه بازم ضرورت پیدا کردم حتما برات زنگ میزنم. یوسف در دفترش هست؟ امروی خاله سلطانه گپ میزنم. کدام کاری از به من بگو، من انجام دادم میتونم. نه خیر. خب درست است، من بعداً او را میبینم. به امید دیدار محمد. از تمام گپا خبر نداشتم بچه، به خاطر که قهر نشم برام چیزی نمیگفت، اما از چیزایی که خبر داشتم کوشش کردم مانع شوم بچه. ده اتفاقات هیچ اشتباهی ندارم. با ما بچه‌م نگوین. ما بین تو همین هیچ فرق نکردیم. به خاطر بدید یک قدم هم بر نداشتیم. اما همه چیز از ما پنهان کردین. به تو چیزی نگفتیم، اما به خانم حمیده کلی چیز دانه دانه گفتیم. بس از دیگه. نمیخوایم در این مورد چیزی بشنوم. ما از قبل خبر داشتم شما هم دست آواستین. فقط به خاطر کلانم کردن چیزی براتون نگفتم. از این کارتان خسته شدیم دیگه. دیگه نمیخوایم دو خانه شما رو ببینیم. گم شوین برین. از اونجا برین. بچه حالا دیگه خاله، خداوند پیش رویتون خوبی بیاره. تا سلطانه تو از صبح تا حال کجا هستی؟ هیچ نپرسید. تو گریه میکنی سلطانه؟ از پیش شرکت تیر میشدم فکر کردم که یک دفعه رفته خبر یوسف بچه ما بگیرم.
خواستم درباره هوا یک بار ازش بپرسم، اما پیش از اینکه دهن خدا باز کنم هوا بگویم سرم قهر شد. باز برم گفت از خانه ما برای شب در خانه نبینمت. هیچ نمیفهمم چی کنم. او خدایا، امروز در صبحانه محمد خواست که یک بار هوا بگویه. همه قسم رفتار کرد و قهر شد. همه قسم از میز خیست و رفت. حقم داره. ما هم حتی وقت نام او دخترم میشنوم حسابم خراب میشه به خدا. حالا من چی کنم آخه بدون شما؟ کدام کسی را ندارم خانم حمیده. به خدا ما هم گیج شدیم که چی کنم. راستش یوسف از گپای ما سرپیچی نمیکنه، اما در این روزا اوضاع فرق میکنه سلطانه. ما از همین خاطر بس شما زنگ زدم، گفتم یک چاره برام پیدا کنین، یک بار همراه بچیم گپ بزنین و قانش بسازین. درست است، تو خانه بیا. خانه بیا. من همراهش گپ میزنم سلطانه. ها؟ به یک شکلی این مشکل حل میکنم. درست است. درست است. سلطانه، به خاطر که دیگران را نجات بدی خودت تباه ساختی. چرا متوجه کارهایت نبودی؟ چرا؟ شما را چی شده خاله جان؟ بیاین برین داخل دستورتان بوشین. نه خیر، زنده باشی. من دیگه میرم. داخل آمدم میتونم؟ بیا. وقتی با دفترت می آمدم خاله سلطانه را دیدم. گریه میکرد فقط که اتفاقی افتاده باشه. چیزی شده؟ تو دا قصه ای گپا نشو. چی کدی کارای خانه را خلاص کدی؟ خلاص شد. آقا رمزی زنده باشه در پیدا کردن خانه کمکم کرد. امروز لوازم انتقال دادم. قبل از اینکه اینجا بیایم به خاطر دادن کمیشنش پیشش رفتم. چی شد؟ از حق خود بیشتر میخوای چطور؟ نه خیر، اتفاقا خودش در دکان نبود. هوا اونجا بود، منتظر ما بود. ازم خواست که همراهی تو گپ بزنم. خوب معلوم نمیشد. بادا لطفاً در مورد هوا گپ نزن. میفهمی که به خاطر تو همراه ما چی کارایی کنه که هنوزم در مورد او گپ میزنی؟ معذرت میخوایم. بیازو این موضوع مربوط به خودتان میشه. نباید مداخله میکردم. بله؟ مادر چطور هستین؟ خوب نیستم بچه. تو کدام جای درست پیدا کرده تانستی؟ به خدا پالیده میره، من از کدام جای درست پیدا کرده نتونستیم. شما را چی شده؟ از چیزی که میترسیدم سرم آمد. مرا اخراج کردن. چطور امکان داره؟ زحمت های 20 چند ساله مرا یوسف خان در یک دقیقه پاک کرد. هوا برش خیانت کرد نه؟ او هم قهر خلا سرما خالی کرد. همراه حمیده خو گپ زدم ببینم سر بچش قبولانده میتونه یا نه. ای گپا امکان نداره مادر. شما هیچ وقت مقصر بوده نمیتونین. یوسف بیادرم تصمیم درست نگرفته. راست میگی بچم. بدون اینکه درست هر چیز خبر داشته باشن تو از اینجا نکشید بچم. خب دیگه چی بگویم؟ وقتی که در نصیب انسان چیزی نوشته شده باشه یک بهانه برش پیدا میشه. حتما روزی مامده خانه همه قدر بوده. به این فکر میکنم که بعد از این کجا برم. حالا کجا میخواین برین مادر؟ نمیفهمم. شاید به یک چند روز پیش توپراک برم، اما بعد از اون نمیفهمم کجا خاط رفتم. درست است مادر جان، خدا جگر خون نسازین. درست است بچم. خداحافظ. خداحافظ. وقت داری؟ با دمادای وقتا کمی پریشان هستم. همراه خود مبارزه میکنم. از صبح تا شام همگی درباره هوا برام میگن. باز وقت تو هم آمده او گپا گفتی کمی عصبانی شدم.
مهم نیست، درکت میکنم. با هم کمی قدم بزنیم. همین قسم با هم گپ هم میزنیم. تو امروز کوچکشی داشتی همتونیز؟ کاملا فراموش کرده بودم. باز چرا امروز شرکت آمدی؟ خیر است، مشکل نیست. کارگرا در خانه هستن، کارا رو انجام میدن، تشویش نکن. جدی میگم، همیال همراه آیشه گپ زدم، خانه رو پاک میکرد. گفت که کارگرام وسایل جابجا میکنن، یعنی بیرون رفتن میتونیم. درست است. پس کجا بریم؟ هر جایی که قدمای ما را برد. کارامل، اسب زیبایی، تو مرا به یاد داری اما تو نیست. بخو آفرین مقبولک، آفرین به تو. من از این زیاد خوشم آمد. فکر کنم این هم از من خوشش آمد. نامش چیست؟ کارامل. کارامل. اگه خوشت نمیاد نامش تغییر بده. یعنی تو میخوای کسب مقبولت به من بدی؟ کارامل دیگه از تو است. بله خواهر جان. خواهر چطور هستی؟ اقدر خوب نیستم. بدون او زندگی کردن نمیتونم. وقت زنگ نزدی با تشویش شدم. مشکلات حل شد خواهر جان. تو را بخشیدن؟ مرا نبخشید، اما میبخشه. باید ببخشه توپراک. هر دوی ما بسیار رنج میکشیم. البته کم قسم است. کل چیز خوب میشه، تشویش نکن. ما یکی دیگه خدا بسیار دوست داریم توپراک. من بدون او و او بدون من زندگی کردن نمیتونه. یک راه پیدا کرده این مشکل حل میکنم. تا وقتی که نبخشه صبر میکنم. هرچی از اسم بیای انجام میتونم، اما اجازه نمیتونم این قسم هم دیگر از دست بدیم. میفهمم خواهر جان، اما لطفاً زیاد جگرخون نباش. درست است؟ اگر این مریض میشی. توپراک زندگی بدون او برای من هر لحظه‌اش مرگ است. اجازه نمیتونم که عشق من برای همیشه از دست بدم. درست است خواهر جان، فهمیدم. گوش که هر وقتی که به چیز ضرورت پیدا کردی باز برام حتما زنگ بزن. درست است؟ درست است خواهر جان. خداحافظ. خداحافظ خواهر جان. قدر زود لباسایت جمع کردی سلطانه؟ چی کنم دیگه؟ نمیخوایم که یوسف بچه من ناراحت بسازم. اگه مرا در خانه ببینه با شمارم جگرخون میسازه. با خدا ای گپ خو راست میگی. ما بیگناه از اینجا خراج میشم، اما چی کنم دیگه؟ تقدیر است. کوشش کردم همیشه وفادار باشم. هر چیزی را که شنیدم، دیدم، احساس کردم، آمدم برتان گفتم، تا جانم تیر شدم. در قدر وقتی که خانه شما بودم، اگه خیانت کرده باشم حرامم باشه خانم. آی میفهمم سلطانه، میفهمم اما ای کار چی فایده؟ حالا اگه بخوایم امرش گپ بزنم ناقصت میکنه. بهترش همی است که تو یک چند وقت خودت اینجا نشان ندی. ها همین که وقت مناسب پیدا کردم امرش گپ میزنم.
باز به تو هم حتما خبر میتم. درست است؟ خدا من استان راضی باشه. دیوانگی نکو بلیاز خدا سلطانه. به هر صورت بازم حقتان ببخشن خانم. بخشیدم. ما هر کاری که کردیم به خاطر خوشی یوسف بچه و یه خانواده کردیم. هیچ پشیمانم نیستم. گوش کو، موتر خواستی یا که؟ خواستیم. خوب دیگه، خدا نگهدارت. یوسف یوسف باده یادت رفت که من صبح برای چی گفته بودم؟ ما به تو گپ دلم گفتم، اما تو امرای من چی کردی؟ بریم دیگه بادا. یوسف لطفاً رویت از ما در نته. لطفاً یوسف. یوسف هر دویتان در آتش میسوزین. میفهمم قلب هر دویتان درد میکنه. به نظرت کار درستی انجام میدی؟ یوسف هیچ راه برگشت وجود نداره؟ نمیتونم بادا، نمیتونم.
تو دیگه از حدت میگذری. گپایت هیچ به گوشم نمیره. صبر که خواهر لطفا. بیا زوده ای روزا هر کس که هرچی در دانش میایه برم میگه. مر از کارم اخراج کردن. دیگه جایی برفتن ندارم. توبه توبه. چرا اخراجت کردن؟ به خاطر هوا خدا سپر ساختم زخمی شدم. تو مستحق بودی. اما در مال خدا در پشت یک دروازه دیگه جستجو کن. چی گپ است خانم؟ چیزی نیست. آی سلطانه، کسی تو را در خانه خود جای نمیده. ببین سلطانه به چی حالت رسیدی. چی شده که آجنا؟ به قسم سر پایین گرفتم مثل گدایگر آشیشتی. حالا داخل بیا. بیا بریم داخل. بفرما بیشی سلطانه. خانم، سلطانه خواهرت است. یعنی در وقت سختی باید دست یک دیگر بگیرین. خواهر خورد گپای خواهر بزرگم میشنوه. یک قسم هوایی شده از سر دل خود هر کار نمیکنه رمزی. باندگه زن، نمیتونیم سلطانه را از خونه بیرون کنیم. من خواهی هیچ نمیفهمم که برای چی بگویم. هر چی کشت کنی همون رو در هوا میکنی سلطانه. کار دلت کردی حال هم نتیجهش میبینی خواهر جان. تو از خوردی همین قسم بودی. یک کاره که شروع میکردی باز کلگی را در جنجال منداختی. نمیفهمم که تو چی وقت میخوای اصلاح شوی ها؟ چی وقت؟ تو از کجا میفهمی کاری را که تو میکنی درست است خواهر؟ کاش که هیچ به مزرعه نمی رفتیم یوسف. بیازو بدون اونجا دیگه جای وجود نداره که او را به یادم بیاره. نمیفهمیدم. اشتباه ما بود. از کجا خبر می داشتی؟ به هر صورت باندگه، ای که با تمام این جنجالا به من کمی وقت دادی تشکر. اتو نگو یوسف. کاش که بیشتر از این از دستم می آمد. تشکر، زنده باشی. کدام کاری است که من انجام داده بتانم؟ با کمک من ضرورت داری؟ نه خیر. اما اگه اولین مهمان ما بوده چای ما رو بنوشی خوش میشیم. باز درست است.
یوسف باده هوا چلر از دستت کشیدی؟ وضعیتت خوب درک کردم میتونم. در حالی که تو خیال پردازی عروسی رو میکنی یک دفعه دنیا سرت ویران میشه، مثل که کس قلبت بگیره. اما تو خوش شانس هستی، حداقل یوسف و خاطر کس دیگه تو رو ترک نکده. یعنی در بار دسر دختر که به دستش میبینی قلبت میسوزه. تو از من چی میخوایی جونید؟ اگه میخوای من از بین ببر تا راحت شوی. یه قسم نگو هوا، ما همراه تی کار کده نمیتونم. نمیخوایم به یک تارموی ضرر برسه. مرا مثل یوسف فکر نکو. تو فقط بله بگو، من تمام کارهایی که همراهیم کردی فراموش میکنم. هوا تو را در حالت قبول دارم هوا. این گپ به یاد داشته باشه. خالت تو ده اینجا چی میکنی؟ چی شده؟ ای بکس از کی است؟ مرا از کار اخراج کردن. خانه مقبول است. وقتی جا به جای شوین زیادتر مقبول میشه. به خانه شما نمیرسه، اما مادرم در اینجا خوب خود شد. یعنی امیدوار هستم. انشالله. خانم اینا را کجا بانم؟ به ما بتیشان. نه به ما بتی. برات زحمت میشه. اینا را کجا ببرم؟ باید بالا ببری. بانک نام خدا نیک کنم.
پدر؟ زنگ زدم اما جواب ندادی. وسایل جابجا میکردم. میره در خانه فراموش کرده بودی. خواستم برات بیارم. باد لباسا را کجا ماندی؟ زنده باشین پدر. لباسا پیش کارگرا بود. اگه میخوایی میتونی از نو بپرسی. قرار بود که وسایل با هم جابجایی بسازیم. میبینم پیش از پدرت اشخاص دیگر دعوت کرده بودی. با خاطر دعوت نه با کمک اومدیم. واقعا؟ فعلا یک جلسه دارم، اما خبر باشین دوباره میایم. خواهد دیدیم یوسف خان، خواهد دیدیم. حالا که خانه گرفتم میخوای برای مشکل ایجاد کنه. فقط به خاطر که خودم ای کاره کردم، اما تمام ای کارا رو به خاطر مادرم کردم. برش گفتم که دکتر قسم خواسته اما نمیخوای در کنه. در هر جایی میخوای مرا به مشکل مواجه بسازه. تو هم امراش زیاد زد میکنی. تو واقعا ای قسم فکر میکنی یوسف؟ فکر میکنم تو مقصر هستی به خاطر که او در مورد خوبی تو فکر میکنه. او پدرت از هیچ وقتی رو فراموش نکن. درست است که برادرت فوت کرد، اما بچه او هم بود. حالا می وضعیت مادرت. یعنی نباید تو رو مقصر فکر کنیم. نمیفهمم. بعضی اوقات اقدر نامنصفانه برخورد میکنه که من واقعا فکر میکنم این رنج فقط من و مادرم تحمل میکنیم. اولاد هر قدر کلان شوه پیش پدر و مادر خورده است. ایگه به هیچ وقت تغییر نمیکنه. من او را درک کده میتونم. میخواه که وظیفه پدری خود انجام بده و قوی باشه. چی کنیم دیگه؟ کشیدن رنجای خانه به دوش تو است. تو باید قلب اونا را به دست بیاری. حق به جانب هستی، اما بسیار وقت میشه که من خود دختر اونا فکر نمی کنم. به هر صورت من فردا یک راه پیدا میکنم تا قلب اونا را به دست بیارم. باده دخترم، به خاطر شب یکان چیز پخته کنیم؟ اگه میشه به خریداری بریم. این موضوع را کاملا فراموش کرده بودم. باز بیرون رفته میگیریم. نه خیر، امکان نداره. تو بسیار کار کردی، خسته شدی، حالا نمیشه که به خریداری هم بری. نه خیر جانم، ما خو کار نکردیم. حالا دیگه خاله شب پس تا وقتی که ما برمیگردیم متوجه مادرم باشه. درست است دخترم. خوش آمدین خانم هوا. سلام، خسته نباشی. یوسف خانه کار داشتم اما همراه خانم باده بیرون رفتن. هنوز پس نامدن. فکر کنم گفتن که به فروشگاه میرن، اگه خواسته باشین اونجا برین. درست است، فهمیدم. زنده باشی. تمام کارا را خود من انجام میتم. یوم کافی نیست که حاله دروازه را من باید باز کنم. روز بخیر. چی گپ است؟ خانم حمیده ما را اینجا فرستادن. گفتن نمیخواین وسایل مربوط به شما در اون خانه باشه. نه خانم حمیده و نه یوسف خان. شما باز چرا اینجا آمدین؟ شما اینجا چی میکنین؟ چرا اینجا آمدین؟ ما لوازم باقی مانده خانم هوا را آوردیم. چی گپ است؟ شما میخواین ما را ریشخند کنین؟ اول تمام لوازم میخواین، باز دوباره روان میکنین. اینا را بگیرین ببرین. ما به هیچ کدام اینا ضرورت نداریم و نمیخوایم.
نخل جانم، دختر ما به خاطر اون آجی روزایی را که ندیم اینا باید همینجا باید قسم میخورم که اینا را در اینجا نمیمانم. ایلاکو ایلاکو زن، خودت نمیگی که هر کاری یک مکافات داره. اینا مکافات جزایی از گونه به دختر ما دادن، کافی نیست اما چی کنیم دیگه؟ یوسف خانم حمیدام همی گپه گفتن اینا صدقه سر کل ما باشن. دختر بی تربیه، حالا دیگه گم شوین. شما وظیفه خود انجام دادین، از اینجا گم شوین. حالا رمزی مرا دیوانه نسازون و به خاطر تو همراه ما مثل یک گدایگر رویه میکنن. اینا کن این خواهر از مدور کو اگر نمیکشمش به خدا. خواهر آرام باش. درست است داخل برو. ایلاکو خواهر چی میکنی؟ بان کار که میخواه بکنه. اگه تو بگی که اینا رو نگی باز نمیگیره. تو شاور تا نمیشناسی؟ بیبی به خاطر این لوازم بی ارزش چه قهر شدیم. من هیچ داخل خانه نمیرم. اگه نه بازم با هم جنگ خود کردیم. یادت هست وقتی که میخواستیم فروشگاه را طراحی کنیم همه قسم با تمثیل به خریداری رفتیم؟ اما این فهرست کم زیاد است. بله، شاید باور نکنی اما من هیچ چیز فراموش نمیکنم. اما امام همین قسم با سلیقه است. اونا را هم خواهد دیدم ببینم که چه قسم خانم هستن. یوسف لطفا نرو. به خاطر خودم نه، به خاطر خالیم آمدیم. او هیچ گناهی نداره. یوسف خواست که مرا بیدار بسازه اما گوش نکردم. ناق گناهش بگردن گرفتی، او رو نباید اخراج میکردی. ای آخرین خواستم از تو خواهد بود. موتر سیاه تعقیب کنیم. خوب شد که آمدی کریم بچه. ما پشتت بسیار دق شده بودم. خانم سزار از شما بسیار خوششان آمده. بادنجان سرخ شده میخوایی؟ بله میخواییم. همه چیز بسیار مزه‌دار آمده. این اولین غذای شب ما در این خانه است.
آی دخترم، ما هم شما را هیچ آرام نماندیم. حتما بسیار خسته شدیم. اما از که شما یک جای هستین بسیار خوش شدم. با تشویش بودم چی میکردم دیگه. با یوسف هم زنگ زده نتانستم. موبایلش در خانه فراموش کرده. خوب دیگه دخترم، نوش جانتان، خداحافظ. حمیده، یوسف کجاست؟ امرای باده است. وقت امروز به شرکت زنگ زدم، گفتن امرای باده به خریداری رفته. حالی هم در خانه بادیشان با هم غذا میخورن. هیچ جای خوب میخورم. بچیم غذای ده خوب باز برو. بس از پدر جان سیر کردم. همراه یوسف گپ زدی؟ یعنی به گپایت گوش نکرد؟ هیچ امید وجود نداره؟ حالا من چی خود کردم؟ آی گپ زدم خاله، گپ زدم. گفتم که خالیم گناهی نداره، از تو دفاع کردم. پس او چی گفت؟ هیچ چیز نگفت، چوب ماند. فقط طرف چشمایم سیل کرد ولی چیزی نگفت. یعنی امکان داره که من دوباره به کارم بخواه؟ شاید همی قسم باشه. اگه به گپای ما باور کرده باشه پس حتما میخواهید. اگه بعد از این همه اتفاقات تا دوباره به او خانه بخواه، یعنی که بالای ما باور کرده. او وقت ما دوباره تولد میشم. هیچ میفهمی که به ما چقدر امید میبخشه؟ دختر، هم به خاطر خودم و هم به خاطر تو باید دوباره به او خانه برو. تو را چی شده دختر جان؟ باز کدام اتفاق افتیده؟ کسی که باید در کنارش می بود من می بودم. من باید در تمام زندگیش می بودم. توبه در کنار او کی بود؟ باده. چی؟ بله، تمام روز با هم بودن. به مزرعه‌ام رفتن، اما تو به فروشگاه. غذای شبم با هم دیگه در خانه باده خوردن. حسب که معلوم میشه باده جای من پر ساخته. در دیده که از مدیده با او مداوا میسازه. میخواه توسط او مرا مجازات کنه. خاله اگه کل چیز همی قسم خلاص شود چی؟ اگه از مبر همیشه دور شود چی؟ اگه او را از دست به تو؟ راستش فکر میکردم مادرم در این خانه راحت نخواد بود، اما از برکت تو بسیار زود عادت کرد. شما هم به من زیاد کمک کردین. در این چند ساعت آخر احساس خوبی دارم. زنده باشین. یوسف جان، باور کن من بسیار زیاد خوش شدم. یک دانیم وقتی که به باده زنگ زدم فهمیدم که شما با هم یک جای هستین. قدر خوش شدم که هیچ نپرس. تو این قهوه را از امریکا آوردی پناه؟ خانم دکارا کاملا تنها ماندیم، از این خاطر ناوقت شد، میبخشین. خوب دیگه درست است. زود باش قهوه تقسیم کو. مادر از شما یک گپ میپرسم. بگو بچه. خاله سلطانه همراه شما گپ زد؟ هوا امروز به فروشگاه آمده بود. تو به خدایا.
برام گفت که خاله سلطانه بیگناه است. گرچه بعد از این میفهمم که بالای کی اعتماد کنم، اما فکر میکنم در مورد خاله سلطانه کمی زود تصمیم گرفتیم. مادر همراه شما گپ نزد. آی بسیار متعجب شدم. یعنی واقعا جای تعجب است، راست میگم. به خاطر که اولین بار است که او دختر راست گفتم. چی؟ دروغو نمیگم یولماس خان. بچیم بی سلطانه در این موضوع با ما بسیار کمک کرده. باور کن حتی در باره موضوع جونیتام اولین دفعه او مشکوک شد. باز پیش ما آمده و مرا از موضوع خبر ساخت. یعنی میخوایم میره بگویم که در حالی که هوا خواهرزادیش از بازم از او طرفداری نمیکرد. اما تو نیست منور دخترم؟ اگه شما ایره میگین بازم این قسم مادر. ای که سلطانه بیگناه است یا گناهکار نمیفهمم، اما او زنم به ما و هم به اولادای ما بسیار زحمت کشیده. پدرت حق به جانب است. این کارا مسئولیت بزرگ داره بچیم. یعنی بسیار گناه داره. ما نباید گناه کس را ناق به گردن بگیریم ها؟ نظر تو چیست؟ میخوایی سلطانه را پس بخوایم؟ تصور میکردم که یک روز هر دوی ما در زیر یک چت با هم خود خوابیدیم، اما ای کار در این خانه صورت میگیره هیچ وقت فکر نمیکردم. من دیگه میخوابم خاله. صبر کن دختر نخواب. حمیده زنگ زده. بله خانم حمیده. فردا لوازمت جمع کو پس بیا. درست شنیدم. بچه مرا بخشید، او خواست که من پس بیایم ها. من خب به تو دروغ نمیگم سلطانه. امروز برات چی گفته بودم؟ نگفتم که بچیم سر گپ ما گپ نمیزنه ها؟ برات همه قسم نگفته بودم. خدا من شما راضی باشه. فردا صبح وقت اونجا میرسم. کار ما شد دختر. یوسف سرگپایت باور کرده. حمیده میخواه خدا بزرگ جلوه بته، اما نه خیر. اگه تو همراش گپ نمیزدی یوسف از بیرون کردن من منصرف نمیشد. اگه امروز هم باور کرده باز فردا هم باور خواد کرد. خب چرا نکنه؟ خاله عالمه به کمک تو ضرورت دارم، لطفاً قربانت شم. چشم و گوش دو خانه باید برای من کار کنه، لطفاً. هر وقت هر جای هر کاری که کرد باید به من خبر بدی، لطفاً خاله. عذر میکنم. تو هیچ تشویش نکن شریک جان. من حتما این کار خواد کردم. در مورد هر قدمی که برمی دارم من برات خبر میدم. کاش که میتونستم او وادر از پیش چشماش دور کنم. طرف مثل کن. وقت با هم غذا میخوردن آقا جلال هم اونجا بود. کدام آقا جلال؟ منظورت آقا جلال پدر باده است؟ دیگه کی باشه جانم؟ نبود. پس آقا جلال از این گپ خبر داره که دخترش با یک مرد نامزاد دار اقدر نزدیک شده؟ تا وقتی که غمایت خلاص شوه من منتظر می باشم. هوا جونیت. سلام علیکم. یعنی حکومت خانم یک روز دوام داشت ها؟ آقا جلال یک خانم به نام هوا آمده. میخواد با شما در مورد دخترتون گپ بزنه. در مورد باده؟ داخل بیارش. بفرمایید. سلام آقا جلال. سلام، خوش آمدین.
به حواستم نامزد یوسف خان جوغلو. واقعا؟ گفتن میخواین که در مورد باده گپ بزنین. بفرمایید. بسیار میبخشین که وقت شما را میگیرم، اما گفتنیایم برای من بسیار اهمیت داره. من باده را در مدت بسیار کمی شناختم. دوایل ازش خوشم آمده بود، اما دختر شما باعث شد که زندگی من تباه شود. ما از گپایی که شما گفتین برم هیچ چیز نفهمیدم. میفهمین که دخترتان خانه نو گرفته؟ پس حتما این را میفهمین که دیشب همراه کی بوده آقا جلال؟ همراه یوسف، یعنی همراه نامزد من. اما تو چرا اینجا آمده و این گپا را به من میگی؟ به خاطری که ما و یوسف از همدیگر جدا شدیم. من روزای بسیار سختی را سپری میکنم، به خاطری که دخترتان در این وضعیت نقش مهمی داره. چطور یعنی؟ از وقتی که باده در شرکت ما کار کرد بسیار چیزا تغییر کرد. یعنی دختر شما بین ما و یوسف به عنوان نفر سوم آمد. اگه آمیانه تر صحبت کنم، او قلب یوسف از ما دزدید. تو گپایی را که میگی متوجه هستی یا نه خانم؟ آقا جلال، گفتن تمام این گپا از شنیدن شما که به من بسیار مشکل تمام میشه. فهمانده تانستم یوسف فقط نامزاد من نیست آقا جلال، او زندگیم است و دختر شما زندگی مرا تاریک ساخت. اینجا یک جای کوچکی است، مردم زود گپ جور میکنن. من حتی تصور کوچ کردنم نمیتونم. از اینکه مزاحمتان شدم معذرت میخوایم. خواستم شما از این اتفاقات خبر باشین. به خاطری که به گپایم گوش کردین بسیار تشکر. برات گوش زد کرده بودم باده. برات گوش زد کرده بودم باده. صبح بخیر. صبح بخیر. میبخشی که به خبر آمدم. دیشب میتره جور کردن نتونستم. از این خاطر استاد محمود آوردم که جورش کنم. راستش نگفتن نمیتونم، به خاطر که میتر مرا کاملا خسته ساخته. صبحانه خوردی میرم که نان بیارم. بسیار خوب میشه، ما صبحانه نخوردیم. پس درست است شما میتره ببینین تا وقت ما نان میارم. از این طرف استاد. خانم حمیده، هر کاری که کنم حق شما را ادا ساخته نمیتونم. شما سر ما اعتماد کردین، همچنان از یوسف خان خواهش کردین تا مرا ببخشه. من خوی کار انجام دادم، اما تو هم دیگه نباید مرا پیش یوسف شرمنده بسازی. درست است؟ درست است، قبول دارم که او خواهرزادیت است، اما او هیچ وقت نباید از این کوچه تیر شود سلطانه. در این خانه نامش هم گرفته نشه. اگه این کارا را به شکل درست انجام ندی، با وجودی که سالهای زیاد در خانه ما خدمت کردی، به هر صورت خودت میفهمی که سرت چی خواهد آمد. نوش جانتان خانم. زنده باشی. میبینم که هنوزم اینجا هستی. باده بیرون رفته، چند دقیقه بعد میآید. بسیار خوب شد. ما میخواستم همراه تو حرف بزنم. درست است، بفرمایید گوش میکنم. بیبی جان،
دی کاپادوکیا کلگی مرم میشناسه، همچنان بادر. تا امروز به خانواده پولالی ها یک ذرم لکه وارد نشده. اما میبینم که دی اواخر نام دخترم بالای زبانه هر کسان ناکس است و ای از برکت خودت است جوان. ای به ما فرق نمیکنه که کی چی میگه. بادا دوست ما است. خوردا حرف بزرگا را قطع نمیکنن جوان. قبلا برات گوش زد کرده بودم. به خاطر که یک انسان تحصیل کرده استی یک بار دگام برات اختار میتون. و هر طرف که روی خدا دور میتون در هر وقت و ناوقت را در کنار دخترم میبینم. خلاصه ای را بفهم که ادامه دادن به این دوستیه که تو در موردش گپ میزنی فقط یک راه داره. باید همراه دخترم عروسی کنی یا همراه باده عروسی میکنی و یا همه تهمت‌ها و گپای ناقه از بین میبری یا باده قسمی که آمده بود دوباره بلندن روان میکنه. البته اگر دی وقتی که مادرش قدر مریض است و وجدانت قبول میکنه که بادر دی وضعیت خراب رها کنی بگو برم. یعنی که مرا تهدید میکنه با دختر خودتون. این تهدید نیست، تدبیر است. دی بین زندگی دخترم مطرح است. حفظ کردن آبرو و ناموسم از همه اولتر وظیفه ما است. تا امروز من نام خانواده خودم به هر قسمی که شده حفظ کردیم و بعد از یام همین کار انجام خود دادم. از این خاطر باید تصمیمت بگیری. یا همراه باده عروسی میکنی و یا او را زندگیت بیرون میسازی. بگو دخترم. همراه آقا جلال گپ زدم. وقتی شنید کاملا حیران شد. حال کار خودش است که چطور مانی دخترش میشه. من چیزی کردن نمیتونم. خوب است خوش شدم اما دختر بعد از این هر وقت قسم به من زنگ نزن. حمیده همیشه متوجه میباشه. او رو خود مشناسی از اگه به خورد مضمون میسازه. با خدا به خاطر که در چشمش نخورم من تا از آشپزخانه بیرون نمیشم دختر. توبه اگه گپ نزنیم باز چطور خبر هم دیگه بگیریم؟ اگه موضوع مهم بود خودم برات زنگ میزنم. چه ضرور است که تو زنگ بزنی؟ خاله باید با هم گپ بزنیم. کاری نکو که اونجا بیایم. دختر تو عقلت از دست دادی چطور؟ هوش کنی که اینجا نیایی. اینجا چی کارت مونده؟ مثل کسایی که از زندگیشون بیزار هستن هر طرف نرو. برو در پارک مکتب منتظر ما باش. اونجا میایم. درست است؟ خب به خاطر گپ زدن با تو باید تام که جهنم برم؟ هوا گپ مرا گوش کن. مناسبات ما را با هم خراب نساز. برو در اونجا منتظر ما باش. من زود میایم. خب درست است. تو حق نداری در زندگی کس مداخله کنی، حتی اگه دخترتان باشه. گفتم که در این موضوع حیثیت دخترم مطرح است. فکر نمیکنم خطر متوجه حیثیت باده باشه. واقعا؟ پس میشه ایره بگویی که تو با کدام حق در خانه دخترم هستی؟ آقا جلال یک گپ چند بار براتان بگوی. گفتم که باده دوستم است. من قسم رابطه دوستی و رفاقتتان اصلا قبول ندارم جوان. همیشه میگی که دوستش هستم و میخوایم کمکش کنم. از خانه دخترم به یک لحظه هم دور نمیشی. ببینین آقا جلال، شما از حدتان مگذارید. اصل خودت از حدت مگذاری جوان. در این خانه هر وقتی که دلت بخواد آمده میتونی، ولی هر وقتی که آمدیم تو همینجا بودی. باده دختری است که همراه مادرش زندگی میکنه. تو گپای حق و ناق مردم تحمل کردن میتونی، اما من نمیتونم. بناهن ضرور است که به این دوستیتان یک نام بتین. اگه مرد کنم چی میشه؟ بازو وقت در دور بر دخترم نه توره و نه هیچ کدام یکی از اعضای خانواده تا نباید ببینم. فهمیده شد یا نه؟ شما بسیار جدی معلوم میشین. یک باری گپا را با دخترتان بگویید. ما هم یاله میخواستم از خانه بیرون شوم. هوام بسیار خوب است. میخوای پشت بیام بریم با هم صبحانه بخوریم؟ زنده باشی محمد، اما در خانه بعضی کارا دارم که باید انجامشون بدم. درست است. ما یگان چیز به صبحانه گرفته پیش تو میام. هم صبحانه میخوریم و هم کمکت میکنم. باز کوچ کشیتم فرصت نشد ببینمت. وقتی کارهای خانه تمام شد باز بیا محمد.
بیاز و کارایی که باقی مانده مربوط خانوما میشه. ظرفا رو باید جایشان بانم، کمی هم تو کاری دارم. اما بازم تشکر محمد. در شرکت باز میبینم. درست است. خسته نباشی بادا. چی گپ است بچه مقبول ها؟ کی رو به صبحانه دعوت میکردی ها؟ بادا رو دعوت میکردم. میفهمین که تازه کوچکشی کرده، هنوز لوازم جای بجای نیست. گفتم با هم صبحانه بخوریم، اما راحت کرد. بچه قند مادر. ما دیگه میرم. یوسف کجا میری؟ قرار بود با هم صبحانه بخوریم. بی نانم آوردیم. بعد پدرت با دیدن تو آمده. صبحانه ما باشه با یک آن وقت دیگه. پدرم برای چیزی گفت؟ چی شده یوسف؟ گپ بزن. پدرت برات میگه. ما دیگه به شرکت میرم. نمیفهمه چی میگه آدم احمق. پدر؟ آمدی دخترم. چی گپ است؟ هیچ. چرا؟ گوش کو. دیروز وقتی دیدم که دخترم حتی از یوسف خان کمک خواسته، باز فکر کردم که من خب پدرش هستم، باید برش کمک کنم. یوسف چرا با عصبانیت بیرون شد؟ شما با او چی گفتین؟ معلوم میشه برای چیز نگفته. چطور؟ چی را بگویه؟ اینقدر زود هیجانی نشو. کدام جلسه مهم داشت. از او خاطر گفت باید برم. یعنی که کدام گپ مهم نیست. خب حالا بگو که چی کنم؟ یعنی چی که چی کنم؟ من خودم تمام کارهای خود انجام میتم. اگه قسم است، پس چرا دیگه دو روز یوسف آسینای خود برزده و به تو کمک میکنه؟ اگه بتانی کارهای خود انجام داده میتونی، باز به او بگو که دوباره حق ناقینجا نیاید. پدر ای دیگه چی معنا داره؟ اگه به چیز ضرورت داشتی، باز پدرت هنوز زنده است. فهمیدی دخترم؟ حالا یوسف چطور است؟ وقتی که اینجا می آمدی او در خانه بود؟ نه خیر، صبح وقت بیرون شد. قسمی که میفهمی او بچه نید زمین است و نید آسمان. وضعیت ما هم چندان خوب نیست. خدا مشکلات ما را حل کنه. تو حالی گپا را بانو. همراه قجلار چی گفتی؟ واضح تر بگو. درباره بادا و یوسف برش گفتی؟ واضح کل چیز برش گفتم که دخترت پشت نامزاده مرا گرفته. در تمام عمرش متوجه دخترش نبوده، اما از این بابت متوجه خود بود. دختر احمق، تو چی وقت گپ زن یاد میگیری؟ ها؟ من برات چه گفته بودم؟ نگفتم که مستقیم سر اصل موضوع نرو؟ یعنی انشالله که با این گپات کل چیز بدتر نساخته باشی دختر جان. خاله، من همراه او دختر گپ زدم. با چشماش دیده برش گفتم که به من کمک کباده جان. گفتم عذاب میکشم، اما او چی کرد؟ به یوسف خود نزدیک ساخت. ما هم رفتم به پدرش گفتم کل چیزه. اگر نه یوسفی کار هیچ وقت نمیکنه، حتی به خاطر مجازات ساختن من مطمئن هستم هیچ وقتی کار نمیکرد. تا وقتی که دختر از یوسف دور نشه من راحت بودن نمیتونم. تشویش نکن دختر. انشالله این دخترم از سر راه ما دور خواهد شد حوا جان. انشالله. فقط نمیفهمم که عاقبت ما به کجا خواهد رسید خاله. منتظر میباشیم دیگه. چرا نمیفهمی؟ من دیگه به انتظار کشیدن وقت ندارم. قبل از کل چیز باید دیره بفهمم که از این آقا جلال چی میگذره. انشالله ساعتتان دگان بهتر خواهد شد. چطور هستین؟ خدا بهتر احساس میکنین؟ شما حمام کردین؟ ما خستگی خود رفع ساختیم. 1 ساعت حمام مادر جان عزیزم. 1 ساعت حمام. 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 1 ساعت حمام.
خاله عایشه، بگو دخترم. پدرم اینجا آمده بود. شما فهمیدین که همراه یوسف خان در مورد چی گپ زدن؟ آقا جلال آمده بودن؟ چی وقت؟ ما هیچ خبر نشدیم. پس حتما وقت شما در حمام بودین آمده. پس او سر و صدا از خانه ما بوده دخترم. سر صدای چی؟ ما و خانم سزار در حمام بودیم که صدای غالمغال به گوشم آمد. من فکر کردم که صدای همسایه هاست. باده دخترم، اگه میفهمیدم که آقا جلال است باز آمده میدیدم. امرای یوسف خان کدام مشکل داره دخترم؟ نمیفهمم. من به تشویش امی گپ هستم. خاله جان، من آن گرم آوردم در پایین است. باز همراه مادرم نوشه جان کنن. من دیگه میرم. درست است دخترم. خوب است، اما ما چطور بفهمیم که در ذهن او چی میگرده؟ باید کوشش کنیم که بفهمیم. اما قسمی که در گذشته به کمک هم مشکلات حل می ساختیم، حالا هم باید به همون شکل حل کنیم. دختر، خوب شد که به یادم آوردی. یک دفعه همراه عایشه گپ بزنم ها، ببینم که چی گپ است. در او خانه خود دیگه زندگی نمیکنه. اگر چیزی خبر نداشته باشه چی بفهمم؟ بدونی کدام نقشه دیگام ندارم. امید دارم که از چیزی گرفته بتونم. خانم امیده گفته بود که باده او را به خانه خود آورده، شاید از او کدام سرنخ پیدا کرده بتونیم. گرچه اگه اونجا برم این خطر موجود داره که باده مرا ببینه، با خانم حمیده زنگ زده خبر بده. مجبور هستیم که کار انجام بدیم. باید برایش یک راه حل پیدا کنیم خاله جان. مثلا میتونی یگان شیرینی گرفته و بهانه تبریکی پیشش بری. در این مورد هم باید فکر کنیم خاله بان بلیاز خدا. درست است، یک چاره پیدا میکنیم. یعنی یک روز اولاد مام در این باغچه همی قسم ساتیری میکنه. او روز دیده خواد تانستم. اگر نصیب باشه. بله اگر نصیب باشه. اگر نصیب باشه. بچیم بیا داخل بیا. بیا اینجا بشی. خوب شد که آمدی، کمی با هم درد دل کنیم. چطور هستی بچیم؟ بیبی که مام ازت چی میپرسم؟ چطور هستی؟ بعد از این همه اتفاقات چطور بوده میتونی؟ بسیار جگرخون هستم پدر. هیچ نمیفهمم چی کنم به خاطر که روزا دیر شد. رفتم همراه باده در کارایش کمک شوم، اما دفعتاً پدرش آمده بگه پایش مرا خسته ساخت. منظور تا آقا جلال است؟ حتما امرایت گفتگو کده. هیچ نمیفهم مشکلی یادم چی است. با خدا او آدم بسیار احمق است. برام میگه یا همراه دخترم رو سیکو یا دیگه دیده نمیتونیش. بچم میفهمیدم که از دختر خوشت میآید، اما حالا میبینم که گپ از خوش داشتن تیر شده و واقعا عاشق او شدی. بعد از آرزو دیگه هیچ وقت قسم نشده بودم پدر.
وقت خوابم با آدم میگم، وقت بیدار میشم با آدم میگم. میخوایم همیشه در کنارش باشم. وقت همراهی او میباشم احساس خوب میداشته باشم پدر. اگه قسم باشه پس بدون حل ساختن مشکلات چاره دیگه نداری بچه. برو با اون دختر گپ دلت بگو. گپ زدم پدر. گفت فعلا نمیخوایم. یعنی چی که فعلا نمیخوایم؟ یا گپت قبول کنه یا رد کنه؟ اگه تو نباشه گپ دلم برش بگویم. اما یوسف همیشه در کنارش است. فکر کنم هم کم ذهنش مشغول ساخته. حالا که از عوام جدا شده باز توجه او طرف بادا زیادتر شده. این پس کجا شد دیگه بچه؟ یوسف اگه جدام شده بازم هوا را دوست داره. خانم کاکایم دوستش نداره پدر. اگه بادا و یوسف یک جای باشه باز از او که کسی دیگه خوش نخواد بود. تو هم پیش از این که به میدان جنگ بری میگی که مغلوب شده و ناامید هستی. آبا نادیده موزه را از پای نکش. حالا که تصمیم گرفتی سر تصمیمت استاد باش. این کارا چطور انجام دادم میتونم پدر؟ پیش یوسف رفته امرایش گپ بزن. بگو که جدی هستم. ما عاشق و دختر شدیم. باز ببین که حمیده چی کدم ایتانه بچیم. یوسف مانع کارتون نمیشه. کسی که مرد باشه این کارا میکنه. اما اگه ما حال رفته به یوسف بگویم که از باده خوشم میاد سر زدم امرای باده عروسی میکنه. تو غلط فکر میکنی محمد. یوسف هیچ وقت به ناموز کسی با چشم بد نمیبینه بچیم. حالا دیگه پشت گپ زیاد نگرد. رفته پیش یوسف تمام گپای دلت برش بگو و او هم گناهی کسی را در گردن نمیگیره. این گپا چی معنا داره؟ آدم بیشرف من خودش نمیفهمم بچیم. دی زمانی که انسان سر اولاد خود حکم کرده نمیتونه باز او چطور دانسته به توی شرایط بانه؟ تو برش چی گفتی یوسف؟ چی میگفتم دیگه پدر؟ گفتم ما فقط دوست هستیم، شما غلط فکر میکنین، اما با گپایم گوش نکرد. برای آمدم در بیرون همراه باده رو برا شدم. با او هم چیزی گفته نتانستم. چی میگفتم دیگه؟ او بیچاره بسیار بدشانس است، بسیار زیاد بدشانس. از خاطر پدرش سختی های زیاده را متحمل خواهد شد. راستش نمیخوایم با خاطر ما جگرخون شوه، اما از ما کار ساخته نیست. ما هنوزم هوا را دوست دارم پدر. شاید او را بخشیده نتانم. از این بعد دیگه یک جا شدن ما ناممکن است. اما در تمام زندگی او را دوست می داشته باشم. کاش که میتونستم در این روزهای سخت به تو کمک کنم بچیم. من خانم یوسف خان جی اغلو میشم. تو فکر میکنی عروس خانه ما خود شدی؟ ما پشت جنیتا نگرفتیم آقا. خودش ازم خواست که با ما عروسی کنه. برو که حسابت خلاص کنن. تو دیگه از شرکت ما اخراج هستی. ما از زندگی من قمار زدن نمیتونم. چند بار برات گفتم که من میتونم پدر طفلت باشم، اما شوهرت هرگز نه. ایگه با چند دفعه تا حالا برات گفتیم. فراموش کن که بین ما چی گذشت. برشان میگم نواسه مرا بتین. او طفل از ما میشه. نواسه شانه براشان میدم. چی؟ این کارا نکنی بچیم. درست است که مادر او طفل دوست نداشتی، اما او طفل نواسیم است. تو با ما چی وعده کرده بودی؟ یا که از من میشی یا که از هیچ کس. اگه تو نیارم بدگری کنی بازم از تو نمیشم جونت. از کار اخراج شدم. چه؟ آدم عروس آینده خود از کار اخراج میکنه؟ تو تنها نیستی. هر وقت که ضرورت داشته باشی من پیشت میایم. ما یک مفکوره دارم خاله که چشمای یوسف خان با جز ما کس دیگر دیده نتانه. بفرمایید. خدا خیرت بده. جان خاله چی شده؟ میرم انشالله که هیچ نبینم. تو چی کردی بچه؟ مادر جان که هوا عروسی میکنم.
من به تو گفتم که یک دایه و طفل پیدا کنه غم. یوسف با هوا عروسی میکنه. گفتم این کار نمیشه، فهمیدی؟ نامرد. از هوا دور میباشی. خود چی کردی؟ تیر به هدف خورد یا نه؟ بله خان صاحب. او بچه را فراموش کن. او طفل از من است.